سلام، امیدوارم حسابی سرحال باشید. من دوباره اومدم با یه سری خبر سلامتی باحال. ببینم تا حالا به سرعت مغزتون فکر کردید؟ بله، سرعت مغز. دانشمندا تازگی‌ها تونستن سرعت دقیق فکر کردن ما رو محاسبه کنن. سیگنال‌های عصبی توی مغزمون با سرعت نزدیک به 120 متر بر ثانیه حرکت میکنن. یعنی دقیقاً مثل یه ماشین فرمول 1 توی مسابقه. باورتون میشه؟ حالا این تحقیق چرا مهمه؟ چون میتونه به درک بهتر ما از عملکرد مغز و حتی درمان بیماریایی مثل آلزایمر کمک کنه. تازه شاید یه روزی برسه که بتونیم با استفاده از این اطلاعات سرعت فکر کردنمون هم بیشتر کنیم یا اینکه تحت کنترل بگیریم.